بسم الله الرحمن الرحیم. ایام 40 رفتین خونه یه شخص عراقی، یا نه رفتین توی یکی از مواکب و حالا وقت خداحافظی میخواین به ابوالموکب یا صاحب موکب بگید چی؟ ما دوست داریم با شما یه عکس یادگاری بگیریم، اجازه هست؟ چجوری این جمله رو بیان میکنی؟ میگی احنا نحب نصور ویاکم صورة تذکاریه. اکو اجازه؟ تکرار کنید با من. احنا نحب نصور وياكم صورة تذكارية. اكو اجازة؟ احنا یعنی ما، نحب یعنی دوست داریم، نصور یعنی عکس بگیریم. میتونید به جاش بگید ناخذ صوره، میتونید به جاش بگید انفق صوره، فرقی نمیکنه. ویاکم یعنی باهاتون، یعنی با شما. صوره تذکاریه یعنی چی؟ یعنی عکس یادگاری. اکو یعنی هست. اجازه، خب اجازه خودش دیگه مشخصه، میتونی به جای اجازه رخصه هم بیان کنی. شد چی؟ احنا نحب نصور ویاکم صوره تذکاریه. اکو اجازه؟